با عرض معذرت قربانت شوم، اگر اسباب زحمت نیست هر چی دارید لطف کنید. جان برار، ای رقم که تو دزدی کنی سر ما قرضدارم میشی. تو از عمو چرکیایی هستی که در پیش دکتر میری در نسخت نوشتمونه 3 بار حمام. تو قیچای هستی که در روز عید خانه مامای 2 دفعه میری. زو کوچیایی هستی که وقتی رقص میکنی از تمامیت پشقل باد موشه. چیشه؟ صدای چی بود؟ تو از اون ضعیفای هستی که وقت بغل کشی خلم تو پوقانه موشه. مگه انزو حاجی آی شوقی استی از حج پس میای در جای ختم قرآن بندار میگیری. همین نان امروز هیچ گپ مرا گوش نمیکنه. چی گپ میزنی؟ نان که گپ نمیزنه. بله هر چی میگم بیاد داخل دهان من نمیاد. آیا تو شرم نمیکنی که برای بار 5 به محکمه میایی؟ قاضی صاحب، تو خو هر روز اینجا میایی، تو چرا شرم نمیکنی؟ ببخشید برادر، شفاخانه دیوانه ها کجا است؟ چرا میپرسی؟ کدام دیوانه فرار کرده؟ بله، من از همانجا فرار کردم و حالا راه گم کردم. بگو ببینم احمد شاه بابا کی بود؟ استاد پدر محمود بود. بسیار خوب، حالا بگو محمود کی بود؟ استاد شما فقط گفته بودین درباره احمد شاه بابا بخوانید. خرمه بسیار هوشیاره. دیر و برش گفتم کتاب ما بیار، رفت تلویزیون آورد. این خود دیوانگی است. نه، به خاطر که میخواست کارتون تماشا کنه. کاکا آستین تا بالا بذار، یک پیچکاری داری. دکتر صاحب ضرورت نیست. من قنداری هستم، نه بازویم درد حس میکنه نه دلم. این پشکم آینده رو پیش بینی میکنه. یعنی چی میگی؟ چطور؟ هر وقت میبینه که من گرسنه هستم فوراً میره یخچال باز میکنه.